سوری میخوام در مورد اون دنیای دیگه که یه بار با هم دیگه رفتیم و تجربهش کردیم بهمون بگی و یادمه چند تا قانون دیگه هم داشت. درسته این سری قانون داره که رعایت نکنی کلا اون پورتال بسته میشه. خب در مورد این موضوع با ما صحبت کنی و بگی تا بیننده هم ببینن و بشنون. سلام به همه توینیا، سالست استریت بو سالیتانیم برگشت. بذار به توضیح بدم. ببین یه بار با هم دیگه تجربهش کردیم، من خودم هم چند بار تجربهش کردم. یه دنیایی وجود داره خب که فقط بین ساعت 4:20 الی ساعت 4:24 دقیقه صبح وجود داره و تو میتونی وارد این پورتال بشی که واقعا خیلی عجیبه، ولی قبلش چند تا قانون داره و اگه اصلا تو این 4 دقیقه نباشه این پورتال نیست و حتی اگه این قانونا رو رعایت نکنی دیگه کم کم اصلا بسته میشه و میره. آره کنم میره دیگه. نباید وقتی میری دست از حرکت برداری چون تو در حال یه نوع مدیتیشن هستی. جات باز باشه میتونی این کارو بکنی. تو هم حتی یه بار احساس کردی گفتی صدای باد یه جوری میاد، صدای دویدن میاد از کوچه بغل، ولی اینا در حالیه که تو ذهنت یه سری چیزا هستن تو اون ساعت. آره یادم انگار یه نفر داشت راه میومد پشت سر. آره اون به خاطر اینه که تو وقتی تو اون راه داری میری یه سری افکار توی ذهنت هستن خب دارن باهات حرف میزنن و باید اونا رو تو اون ساعت که ذهنت باش سازگاره میتونی بذاری کنار و فقط راهت آروم آروم بری تا این حس بهت منتقل بشه که ببینی اون دنیا رو و یه جورایی وارد اون دنیا بشی. هر لحظه ای هم که بیستی گفتن دیگه در خروجی ازت دور میشه، تو فقط باید حرکت کنی و به مدیتیشن ادامه بدی و یا نه اصلا کلا بعد یه مدت یه غیر قابل دسترسیه. قانون شماره 3 هم که اینه که صدای دویدن و اینجور چیزا میشنوی یا صدای پا و اینجور چیزا میشنوی نباید برگردی. یه اصلا دستو گرفتم گفتم همینطوری بیا، همینطوری باید بری فقط به افکار خودت فکر کنی، اصلا هیچی نباید برات مهم باشه. صدای پایینا بیاد، صدای دویدن و صدای برگ و اینجور چیزا بیاد اصلا نباید، حتی نباید سریع حرکت کنی. خب حتی اگه صدا شنیدی حتی نباید سریع حرکت کنی که زود بری، چون دیگه اون وقت از اون پورتال تو داری خارج میشی. فهمیدی؟ صدای دویدن اومد تو باید بری همون فکر کنی دیگه، تو ذهن خودت باشی. اگه برگردی بری سمت اون صدا دیگه رفتی، تو خارجی از اون. من اینو چند بار احساسش کردم واقعا، چون آره دیگه تو بیشتر از من احساسش کردی. آقا حال میده هات باکس تو اون ساعت. آره تازه یادتونم باشه که همیشه با لبخند باشه تو اون ساعت، تو اون 4 دقیقه باید لبخند همیشه روی لبت، گونت، همه جات باشه، تو صورتت باشه، چون بدنت احساس میکنه اگه نباشه. از اون چاکای لبخندت، از طرز چهرت، فیست متوجه میشه که تو خوب نیستی، لبخند نمیزنی، حالت خوب نیست و دوباره از اون پورتال خارج میشی. لبخندتو باید بر لب داشته باشی. اطرافیان میفهمونه که ما چون با اونا کاری نریم اصلا تو اون 4 دقیقه، ما تو اون 4 دقیقه فقط با خودمون میریم که هیچی نباید دقت کنیم. خنده بر لب با یه حس خوب. تازه اصلا تو اون ساعت اصلا یه حس عجیب دیگه هم هست. وقتی تو خیابون راه که میری تو اونو باید حس کنی تو اون ساعت. همه چی هم براتون توضیح دادم. امیدوارم همیشه روزای خوبی رو داشته باشین. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. تازه پیشنهاد میکنم که این حس رو یه بار برید تا تجربهش کنید. اگه واقعا ذهن کششش رو داره میتونی تجربهش کنید. خیلی خوشحال شدم. همینطور از شما ممنونم که کمک کردی بتونیم یه سری چیزها رو با هم دیگه جلو ببریم. بزنیم اینجا که بریم برای کاره بعدی. همه منتظرم، ما همیشه میتر کنیم.